ولی من همیشه آرزوم اینه که زودتر از خانوادم بمیرم. به حسرتی هست بر دلتون؟ بله، من الان واقعا دوست داشتم بابام زنده بود. الان که یه ذره میتونم یک آرامشی رو فراهم کنم، دلم میخواست مثلا برای پدرم این کارو بکنم. ما یه خونه مستاجر بودیم که طبقه سوم بود. بعد بابا خب باید میرفت مثلا پیاده روی دوستش بکنه، مثلا دوستش بره پارک، با عصا باید میرفت پایین 3 طبقه رو میومد بالا. من باورتون نمیشه الان خودم که به این سن رسیدم نمیتونم این پله ها رو برم بالا و بیام. و الان میگم کاش بابام زنده بود و من میتونستم مثلا براش خونه بگیرم که آسانسور داشته باشه. خب مثلا میگفتم این تنها کاری که شاید مثلا من میتونستم برای پدرم انجام بدم که بتونه با خیال راحت بره پایین بیاد بالا و مثلا بره پیاده روی کنه فلان. ولی خب نشد. زیادم دور نیست این اتفاقاتی که افتاده برای من تو زندگی و تونستم، من واقعا تازه تونستم مثلا یه جایی رو بگیرم که رفاه بیشتری داشته باشه و مثلا مامان بتونه حداقل راحت‌تر زندگی کنه. و مردم فکر می‌کنم ما خیلی خوشبختیم، خیلی پول داریم، خیلی مثلا همه حالمون خوبه نه، ما من یه روزایی واقعا از اینکه موعد اجاره خونم میرسید و نمیتونستم پرداخت کنم، واقعا نمیدونید چه فشار روحی رو تحمل میکردم.